أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 31 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 32 را از این کتاب تعلیم زبان عربی تقدیم شما برادران و خواهران بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثانی و الثلاثون، یعنی درس 32. درس 32 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه های نو باید اولا حفظ کرده شود، بعد حوار این درس خوانده شود. صاحب کتاب میگوید در این کلمه های نو فراشتون. فراشتون یعنی شپلک یا پروانه میگویندش. پس فراشتون شپلک این مفردش است. این را اگر که میخواهی جمع بکنی جمع مؤنث سالم کرده میشود. میگوید فراشاتون یعنی شپلک ها یا پروانه ها. پس به مثل همین کلمه فراشتون در زبان عربی یک کلمه دیگری هست که آن فراشون یا فراشتون با تشدید حرف ر هست. اگر با تشدید حرف را باشد در این صورت به معنای روبوچین کننده و به معنای پیش خدمت و به معنای کسی که خدمتگار هست یا خانه را روبوچین میکند با اون معنا هست اگر فراشون باشد. اما شپلک یا پروانه فراشتون هست، یعنی بدون تشدید حرف را. بعد از این میگه عشون. عشون یعنی لانه یا هلچه یا خانه پرنده. پرنده که از خس و خاشک و علف و از این چیزها میارد لانه خانه راست میکند، همون را به زبان عربی عشون میگویند. به زبان فارسی تاجیکی لانه میشود یا هلچه پرنده. و این عشون مفرد است. جمعش میشود عشاشون، یعنی لانه ها، هلچه های پرنده. بعد از این میگوید طیرون. طیرون یعنی پرنده. طیر پرنده را میگویند. این اسم مفردش است. جمعش میشود طیورون، یعنی پرنده ها. طیورون پرنده ها این جمع است و جمع هم جمع تکسیر است. عشاشون همچنین جمع تکسیر است. بعد از این میگوید ریشون. ریشون یعنی پر و بال پرنده را ریش میگویند. ریشون یعنی پر پرنده یا بال پرنده. جمعش میشود اریاشون. اریاشون یعنی پرها یا بالهای پرنده. بعد از این میگوید غصنون. غصنون یعنی شاخچه. یک قسمی از درخت، یک شاخچه از درخت را عربا میگن غصنون، یعنی شاخچه. جمعش میشود اغصانون، یعنی شاخچه ها. بعد از این میگوید شرطی المروری. شرطی المروری یعنی ناظر راه، یا ما و شما همچنین گئی میگوییم، گئی و ناظر راه. بعد از این میگوید رادیو. رادیو یعنی رادیو. بعد از این مسلمون.
مسلمون یعنی مسلمان، شخصی که مسلمان هست، مسلمان مرد. اگر زن باشد یک تا علامت تانیث در آخرش همراه میکنه، میشود مسلمتون یعنی مسلمان زن. پس مسلمون مسلمان مرد رو اگر جمع بکنیم، جمع مذکر سالمش میکنیم، میشود مسلمون یعنی مسلمان ها، جمع مذکر سالم. بعد از این میگوید نشیطون. نشیطون یعنی چالاک، یعنی انسان چقان، انسان ماهر. این طور انسان رو عربا نشیطون میگوین، یعنی چالاک و چقان. و زیرک، همچنین زیرکش هم ترجمه کنیم میشود. این اسم مفردش است. وقتی جمعش میکنیم میشود نشطاء، یعنی چقانها، چالاکها، زیرکها، ماهرها. این طور ترجمه کنیم میشود. و نشطاء غیر منصرف است، زیرا که الف ممدوده مؤنثه در آخرش همراه شدگی است و ممنوع من الصرف شدگی است. نشطاء تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگویم الحمدلله. صاحب کتاب میگوید الحمدلله. الحمدلله یعنی حمد و ثنا. الحمد معناش حمد و ثنا و ستایش. لله یعنی خاص الله را یا خاص الله است. پس الحمدلله معنایش حمد و ثنا و ستایش خاص الله راست، یا حمد و ثنا و ستایش خاص الله است. این طور ترجمه کرده می شود. و این جمله جمله اسمیه است، زیرا که الحمد مبتدا است، لله جار و مجرور متعلق به کائنون خبر هست. در اینجا خبر ما غیر مفرد است، یعنی شبیه جمله است. پس الحمد این مصدر است. فعل ماضی حمد می شود حمیده یحمدو. حمیده یعنی حمد و ستایش گفت، یحمد و حمد و ستایش میگوید، حمدون یا حمدن حمد و ستایش گفتن. پس فعل امرش می شود احمد یعنی حمد و ستایش بگو. پس این الحمدو مصدر است، از باب چهارم است، از باب علم یعلمو. از این حساب میگیم حمیده یحمدو. بعد از این میگوید شرطیون. شرطیون این جمع هست. اگر یک تاش رو بگویم میگیم شرطتون. شرطتون یعنی پلیس، یعنی شرطی. شرطی جمع می شود، مفرد شرطتون یعنی پلیس، یا ما شما میگیم ملیسه. پس این ملیسه یا پلیس می شود شرطتون یک تاش. اما این جمع است، شرطیون یعنی پلیس ها، یعنی ملیسه ها. اما به معنای مفردم استفادهش میبرد. شرطیون می شود بگیم پلیس، یا می شود بگوییم ملیسه، زیرا که در حوار و در گفتگو شرطی را همچون اسم مفرد استفاده برده است. اما شما باید این فرقیت را بروید که شرطتون یعنی یک پلیس، شرطیون یعنی پلیس ها، ملیسه ها. بعد از این میگوید قشون. قشون یعنی خس و خاشک، یا آن علف و آن چیزی که از درخت می افتد، آن چیزهایی که پرنده اون رو جمع کند برای هلچه کردن، اون رو میگویند قش. از این حساب قشون رو می شود که شما همچون خس و خاشک ترجمه اش کنید. بعد از این میگوید انسانون. انسانون به تاجیکی هم همچنین ما و شما انسان میگوییم، یعنی آدم، انسان. جمعش می شود ناسون یعنی مردم، آدم ها. بعد از این میگوید شجرتون. شجرتون یعنی درخت، یعنی درخت. بعد از این جمع اگر میخوای میگوید
شجرتون رو جمع بکنی جمع مؤنث سالمش بکن، بگو که شجراتون یعنی درخت ها. شجرتون همچنین جمع دیگر دارد با نام یا با وزن اشجارون، افعالون. اشجارون همچنین می شود درخت ها. اون جمع اشجارون جمع تکسیر است، اما جمع شجراتون این جمع مؤنث سالم است. بعد از این میگوید شارعون. شارعون یعنی کوچه یا خیابان. کوچه یا خیابان رو شارع میگویند. جمعش میشود شوارع یعنی کوچه ها، خیابان ها. این همچنین جمع صیغه منتهی الجموع که هست غیر منصرف است، تنوین رو قبول نمی کند. بعد از این میگوید اذاعتون. اذاعتون میتوانیم بگیم پخش مستقیم. اذاعه پخش مستقیم. یا میتوانیم اذاعتون را برنامه ترجمه بکنیم. اذاعتون برنامه های رادیویی و تلویزیونی که در هر موضوع صحبت میکنند، آن همون رو اذاعتون میگویند. پس میشود که همچون برنامه ترجمهش کنیم یا پخش مستقیم ترجمهش کنیم. اذاعتون رو میگه اگر میخوای جمع بکنی پس جمع مؤنث سالمش کن، بگو که اذاعاتون. اذاعاتون یعنی برنامه ها یا پخش های مستقیم. بعد از این میگوید اذاعت رادیو یعنی برنامه رادیویی یا پخش مستقیم رادیویی. بعد از این میگوید عبورون. عبورون یعنی گذشتن. عبور گذشتن، این مصدر است. فعل ماضیش می شود عبره. عبره یعنی گذشت. فعل مضارعش می شود یعبرو یعنی می گذرد. پس عبورون می شود مصدر به معنای گذشتن، به مثل دخل یدخلو دخولون، به مثل اون هست، یعنی از باب یکم است، از باب نصر ینصرو است. عبر یعبرو فعل ماضی و مضارعش. عبورون گذشتن این مصدر است. بعد از این میگوید مرورون. مرورن هم همچنین به معنای گذشتن هست و این هم مصدر هست. مرورون مصدر هست. پس فعل ماضیش می شود مره. مره یعنی گذشت، اصلش مرره بود. دره دو حرف هم جنس یک جا آمد، رای اول را مرره. مره رای اول را حرکتش را گرفتیم برای ادغام کردن و رای یکم را در دوم ادغام کردیم، پس شد مره. مره یعنی گذشت و یک مرد. و فعل مضارعش می شود یمرو. یمرو اصلش یمرورو بود. یمرورو رای اول را حرکتش را در میم دادیم که میم ساکن بود، شد یمرو. رای اول را در رای دوم ادغام کردیم یعنی در آوردیم، شد یمرو. یمرو یعنی میگذرد و یک مرد. پس مرورون یعنی گذشتن. این هم از باب نصر ینصرو است و این از قسم‌های هفتگانه که در بدان و در صرف میر خوانده بودیم که کلمه از دیدگاه حرف 7 نمود میشد. یکی از اونها مضاعف بود، پس این مضاعف ثلاث مجرد هست که دو حرف اخیرش از یک جنس است، مره و مثل فره. بعد از این میگوید جمیعا. جمیعا یعنی همه یک جا. همه جمیعا همه یک جا یا همه. بعد از این میگوید عالمون. عالمون یعنی عالم، دنیا، جهان. بعد از این میگوید فی العالمی یعنی در دنیا، در جهان. بعد از این میگوید سمیع. سمیع یعنی شنید و یک مرد در زمان گذشته.
اگر زن رو بگوییم میگیم سمعت، شنوید، و یک زن در زمان گذشته. بعد از این میگوید یسمعو، یسمعو یعنی میشنود، و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تسمعو، میشنود، و یک زن در زمان آینده. فعل امرش میشود اسمع، اسمع یعنی بشنو. اسمع فعل امر است، ترجمهش میشود بشنو. پس سماعون یعنی شنیدن، این مصدر است، میشود بگیم سماعن، افضل این هست، سماعن یعنی شنیدن. همچنین سمعن، سمعون یا سمعن همچنین مصدر است، یعنی به الف حرف میم رو ساکن میکنیم. سمعن یا سماعن هر دویشان مصدر هستند به معنای شنیدن. پس سمیع یسمعو از 22 باب صرفی از بابهای ثلاثی مجرد از باب چهارم است، از باب علم یعلمو، سمع یسمعو. بعد از این میگوید وقفه، وقفه یعنی ایستاد، وقفه یعنی که ایستاد، و یک مرد در زمان گذشته. و فعل مضارعش می شود و این و یک مرد است. اگر زن رو بگیم میگیم وقفت، یعنی ایستاد و یک زن. فعل مضارعش می شود یقفو، یقفو یعنی می ایستد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم یک تقفو، تقفو یعنی می ایستد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش می شود قف، قف یعنی بیست، stop، قف معناش بیست. پس یقفو در اینجا اعلال شدگی است. اصل یقفو این طور است که یوقفو، ببینید در فعل ماضی وقف واو دارد، در فعل مضارع واو از بین رفت. اصلش چی بود؟ اصلش یوقفو، اصلش به این طریق است، یوقفو. اکنون اینجا چیکار کردیم؟ دقت بتید، این را در صرف میر با تفصیل خواندگی هستیم و مثالی که در اونجا خوانده بودیم وعده یعیدو بود. در اینجا وقف یقفو به مثل همون است، مثال واوی است، یعنی از قسم های افگانه این مثال است، اینا که اولش حرف علت دارد و مثال واوی است، یعنی اولش حرف واو است. پس ما خوانده بودیم که مثال واوی وقتی که در فعل مضارع واو بین یای مفتوحه، یای مفتوحه که یو، دیدید یو این یا حرف مضارعت، بین یای مفتوحه و بین کسره تحقیقی، ما در اونجا دو نمود کسره است گفته بودیم، کسره تحقیقی و کسره تقدیری. اینجا کسره تحقیقی است. وقتی که واو ساکنه بین یای مفتوحه و بین کسره تحقیقی واقع شد، پس عرب واو را حذف کرد، گفت که یقفو. دقت دادید چرا اکنون عرب واو را حذف کرده بوده است؟ عرب واو را به این سبب حذف کرده است. پس یقفو در بین واو حذف شده است. بعد از این مصدر را میارد، میگوید وقوفون، وقوفون یعنی ایستادن، این مصدر است. و وقف یقفو از دویم باب ثلاثی مجرد است، یعنی از باب ضرب یضربو است و مثال واوی است. بعد از این میگوید صنع، صنع یعنی ساخت، صنع یعنی ساخت، یعنی به وجود آورد، یک چیز را به وجود آوردن، یک چیز را ساختن. و صنع یعنی ساخت و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگیم صنعت، یعنی ساخت و یک زن در زمان گذشته. و فعل مضارعش میشود یصنعو،
یعنی می سازد و یک زن و یک مرد در زمان آینده. و زن رو بگوییم میگوییم تصنع، یعنی می سازد و یک مرد و یک زن در زمان آینده. و فعل امرش می شود اصنع، یعنی بساز. و مصدرش می شود صنعون. صنعون یعنی ساختن. صنعون یعنی ساختن، این مصدر است. پس صنع یصنع از 22 باب صرفی از باب سیوم است، از بابی که شرط داشت که حرف دومی کلمه یا سیومی کلمه، یعنی عین باب یا لام باب، حرف حلق باشد. پس در اینجا ببینید صنع سیوم حرف کلمه یعنی حرف عین، حرف حلق است. صنع یعنی ساخت، صنع یعنی ساخت. یصنع از باب چی بوده است؟ از باب منع یمنع، یعنی از باب سیوم ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید جمع. جمع یعنی جمع کرد. جمع جمع کرد. و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگوییم میگوییم جمعت، یعنی جمع کرد و یک زن در زمان گذشته. و فعل مضارعش می شود یجمع. یجمع یعنی جمع می کند و یک مرد در زمان آینده. و اگر زن رو بگوییم میگیم تجمع، یعنی جمع می کند و یک زن در زمان آینده. و فعل امرش می شود اجمع. فعل امرش چی است؟ اجمع یعنی جمع بکن تو یک مرد. و مصدرش می شود جمعون. جمعون یعنی جمع کردن، این مصدر است. پس جمع یجمعو همچنین از باب سیوم است، از بابی که شرط داشت که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس می بینید که جمع جمع یعنی سیوم حرف کلمه یعنی لام باب حرف حلق است. پس موافق است به شرط سیوم باب 22 باب صرفی که باید عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس این از باب سیوم است. بعد از این میگوید طاره. طاره یعنی پرواز کرد. طاره یعنی پرید، پرواز کرد. و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگویم میگیم طارت، یعنی مؤنثش می شود طارت، یعنی پرواز کرد، پرید. و یک زن در زمان در زمان گذشته. وقتی ما مرد و زن میگیم شرط است که خودی مرد بپرد، خودی زن بپرد، یعنی یک چیزی جنسکای یا مؤنث یا جنس زنانه فرق ندارد. هر چیزی که هست پرنده است و درنده است که وقتی پرواز کی کرد پس میگوی طارت، یعنی پرواز کرد، همون چیزی مؤنث. همچون برای آسانی کلمه وی زن رو ذکر کرده ایستادم. طارت یعنی پرواز کرد و یک زن در زمان گذشته. و فعل مضارعش می شود یطیرو. یطیرو یعنی پرواز می کند و یک مرد در زمان آینده. اگر که زن رو بگوییم میگیم تطیرو، یعنی پرواز می کند و یک زن در زمان آینده. و فعل امرش می شود تیر. تیر تورا تیر. تیر یعنی پرواز بکن تو یک مرد. اگر زن رو بگیم میگیم تیری یا برمیگردد. تیری یعنی پرواز بکن تو یک زن. بعد از این مصدر رو میارد میگوید طیرانون. طیرانون یعنی پرواز کردن، پریدن. پس طار یطیرو از فعلهای اجوف است که عین باب دویم حرفش حرف علت است. حرف علت حرف یا است، یعنی که اجوفی یایی است. طاره
در اصل طیاره بود. این طاره که حالا میبینید این در اصل چی بود؟ در اصل این طیاره بود، یا بود طیاره. یا این متحرک ما قبل مفتوح را، یا یکی متحرک بود یعنی که یا حرکت داشت، این طور بود طیاره، یا حرکت داشت. یا متحرک ما قبل مفتوح را یعنی ما قبلش حرف تا فتحه که داشت، یا را قلب به الف کردیم شد تاره. شد چی؟ تاره یعنی پرواز کرد. دقت داده؟ تاره در اصل چی بود است؟ طیاره. یا متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف کردیم. یطیرو در اصل چی بود؟ یطیرو در اصل یطیرو بود. این یایی که در پایانی در زیر تا میبینید، این یا این کسره در پایانی در زیر حرف تا، این کسره اصلا از یا است، اصلش یطیرو بود. یا در حرف علت، حرکت در حرف علت، حرف یا ثقیل که بود ما قبلش حرف ساکن که بود، حرکت یا را در ما قبلش در حرف تا دادیم، پس شد یطیرو. دقت دادید؟ یطیرو. پس طار یطیرو از بابی ضرب یضربو است، یعنی از دویم بابی ثلاث مجرد هست. بعد از این میگوید ساعده. ساعده یعنی کمک کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگوییم میگیم ساعدت، یعنی کمک کرد و یک زن در زمان گذشته. پس فعل مضارع ساعده می شود یساعدو. یساعدو یعنی کمک میکند و یک مرد در زمان گذشته، در زمان آینده. فعل مضارع. اگر زن رو بگویم میگیم تساعدو، یعنی کمک میکنی، یاردم میکنی تو زن، یاردم میکند وی زن در زمان آینده. دقت دادید؟ در زمان آینده. و فعل امرش می شود ساعد. ساعد یعنی کمک بکن، یاردم بکن تو یک مرد. پس ساعده از 22 باب صرفیه که ما و شما خوانده بودیم از چندم باب است؟ از باب نهم است، از باب قاتل یقاتلو. پس میگیم ساعد یساعدو. دقت دادید؟ از باب نهم است. پس مصدر این مصدر قیاسی است. مصدر قیاسی یعنی چی؟ یعنی ما از قیاسی را میدونیم، میگیم ساعد یساعد مساعدتن. مساعدتن یعنی کمک کردن، یاردم کردن. دقت دادید؟ چرا این را ساعده را فعل مضارع و فعل و مصدرش را نه آورد؟ زیرا اینکه غیر باب ثلاثی، غیر باب ثلاثی مصدرهایشان، فعل مضارعهایشان معلوم هستند. این فعل ماضی است که ما و شما مصدرش را نمیدونیم که چیه. فعل ثلاثی مجرد را ما مصدرش را نمیدونیم مگر اینکه با از عرب چیزی که شنیدگی هستیم، یا مگر اینکه در کتاب‌های لغت چیزی که آمدگی است تکیه به اون میکنیم. دقت دادید؟ از این حساب ساعده این را فعل مضارعش را ذکر نکرد. پس این بود کلمه های نوی درس 32. با این کلمه های نوی درس 32 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار درس 32. در حوار درس 32: اليوم صباحا سمعت اذاعة عربية عن حیات المسلمین فی العالم. یعنی چی؟ یعنی میگه امروز صبحگاه شنیدم برنامه عربی را یا پخش زنده عربی را از حیات مسلمان ها در عالم، در جهان. دقت دادید؟ الیوم ظرف است، صباحا همچنین ظرف است، سمعتو فعل فاعل است، اذاعتا مفعول به سمعتو است، عربیتا صفت اذاعتا است، عن حیات المسلمین، عن حرف جر حیاتی اسم مجرور، حیاتی مضاف، المسلمین مضاف الیه، المسلمین جمع مذکر سالم، علامت جرش یا است، چطوری که شما دیده استادید، فی العالمی یعنی در عالم. پس این هست معنا و تحلیل این کلمه.
اليوم صباحا سمعت اذاعة عربية عن حیات المسلمین فی العالم، یعنی امروز سحر یا امروز صبحگاه شنیدم برنامه عربی را از حیاتی، برنامه عربیه را میگیم. چرا؟ زیرا که اذاعتن عربیتن این نکره است، یعنی معرفه نیست. عن حیات المسلمین، از حیات مسلمان ها فی العالم، یعنی در عالم. بعد از این میگوید هل سمعت هذه الاذاعه، یعنی آیا شنیدی تو این برنامه رو؟ هل سمعت هذه الاذاعه، آیا شنیدی این برنامه رو؟ سمعت فعل و فاعل، هذه در محل نصب مفعول به، الاذاعه بدل از هذه. جواب میتید میگه لا، یعنی که نه، حرف نفی. میگه نه، انا ما سمعتها، انا ما سمعتها، یعنی من نشنیدم. ما نافیه است در اینجا. انا مبتدا، ما نافیه، سمعتو فعل و فاعل، ها مفعول به. سمعتها فعل و فاعل مفعول به است اینجا. پس جمله فعلی خبری انا، خبری مبتدا می شود در محل رفع. بعد میگوید انا مسلم والحمد لله، یعنی من مسلمان هستم و حمد و ستایش الله را، و من مسلمان هستم و حمد و ستایش خاص الله است. انا مسلمون، انا مبتدا، مسلمون خبر، در اینجا مبتدا و خبر ما مفرد است. و الحمد لله، الحمد مبتدا، لله جار و مجرور متعلق به کائنون خبر، در اینجا خبر ما غیری مفرد است، یعنی که شبه جمله است، جار و مجرور. بعد از این میگوید هل انت مسلمون، یعنی آیا تو مسلمان هستی؟ هل حرف استفهام، انت مبتدا، مسلمون خبر، در اینجا همچنین خبر ما مفرد است. میگوید که نعم، حرف جواب. میگوید بله، انا مسلم و ابی مسلم و امی مسلمتون و اخی مسلم و اختی مسلمتون، نحن جمیعا مسلمون والحمد لله. یعنی چه؟ یعنی میگوید من مسلمان هستم و پدر من مسلمان است و مادر من مسلمان است و برادر من مسلمان است و خواهر من مسلمان است، ما هممون یک جا مسلمان هستیم. والحمد لله، یعنی حمد و ستایش الله را. دقت دادید؟ پس انا مسلمون مبتدا و خبر، و ابی مسلمین همچنین مبتدا و خبر، و ابی مسلمتون و امی مسلمتون همچنین مبتدا و خبر. ببینید که ابی مسلمون گفت، انا مسلمون، پسر کی بود مسلمون گفت. زن که آمد امی، یعنی مادرم، گفت مسلمتون. دقت دادید؟ مبتدای ما مؤنث که است، خبر را ما مؤنث میاریم. و اخی برادر مرد است، مسلمون. ببین مسلمون مذکر آورد. و اختی مسلمتون، خواهر زن که است، مسلمتون. مبتدا که مؤنث که است، مسلمتون خبر را مؤنث آورد. نحن جمیعا مسلمون، نحن مبتدا، مسلمون خبر، جمیعا در اینجا حال است، حال کونینا جمیعا منصوب است. یک از بگه برای چی جمیعا منصوب است؟ پس شما میتونید بگید که اینجا حال است، جمیعا حال است، یعنی نحن جمیعا مسلمون، یعنی ما هممون یک جا مسلمان هستیم. والحمد لله، حمد و ثنا خاص الله را. اینجا الحمد مبتدا، لله همچنین گفتیم که جار و مجرور متعلق به کائنون خبر. پس در اینجا چقدر واوی که میبینید، انا مسلمون و ابی مسلمون، واوها مشون واوهای عاطفه هستند که جمله قبلی را به بعدی پیوست میکنند. بعد از این میگوید شریف شرطی المرور و هو شرطی نشیط جدا. دقت دادید؟ میگوید که شریف نام مرد است. میگوید که شریف شرطی المروری، یعنی ناظر راه است، یعنی گئی است. و هو شرطی نشیط، و وی ملیسه نشیط است یا پالیسی نشیط است، یعنی چقان است، چالاک است، جدا بنهایت. و وی پالیسی چقان است بنهایت، یا جدا خیلا. دقت دادید؟ پس شریف شرطی المروری، شریفون مبتدا، شرطی المروری پس خبر میشه، و شرطی خبر و مضاف، مروری مضاف الیه. و هو واو حالیش بگیریم میشود، حالش همین است که هو مبتدا شرطیون یعنی خبر، نشیطون صفت شرطی، جدا
مفعول مطلق یعنی که مصدر برای فعل محذوف، یعنی اجد جدا. دقت دادید؟ پس میگه شریف شرطی المرور و هو شرطی نشیط جدا، یعنی شریف گئی است و وی پلیس چکان است به نهایت. بعد از این میگوید شرطی المرور یقف فی الشارع و یساعد الناس على عبور الشارع والمرور فیه. یعنی چه؟ یعنی شرطی المرور یعنی گئی، یا میگیم که ناظر راه، یقف فی الشارع یعنی در خیابان می ایستد، در کوچه می ایستد. یقفو در اصل گفتیم چی بود؟ یوقفو، یا در اینجا حذف شد. برای چی؟ به خاطر اونه که یا در بین واو در اینجا حذف شد، به خاطر اونه که واو در بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی یقی کسره تحقیقی واقع که شد، یا واو حذف شد. یقف فی الشارع و یساعد الناس ساعد یساعدو یاردم میکند، کمک میکند، ناس مردم را، یساعدو را فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به شرطی المروری، شرطی مرور. الناس مفعول به است. علی عبور شارعی برای گذشتن مردم، برای گذشتن شارع، برای گذشتن کوچه، برای گذشتن خیابان. یعنی ناظر راه در راه می ایستد، مردم را یاردم میکند برای گذشتن از راه. و المرور فیه و برای گذشتن در اون راه. فیه یعنی در اون راه. پس عبور و مرور چطور گفتیم هر دوش به معنای گذشتن هست. شاید بینشون فرقیتی کمی باشد، عبور گذشتن سواره باشد یا زود گذشتن، مرور گذشتن پیاده و این چیزها شاید در لغت باشد، اما ترجمه هر دوش گذشتن. بعد از این میگوید الفراشة تطیر فی البستان و الطیر یطیر فی البستان. یعنی که شپلک یا پروانه پرواز میکند، میپرد در باغ، فی البستان یعنی در باغ، و الطیر و پرنده یطیر فی البستان پرواز میکند، میپرد در باغ. دقت دادید؟ الفراشتو پرنده مبتدا است و مبتدای ما که مؤنث کی بود؟ تطیرو. جمله فعلی را ما مؤنث آوردیم، تطیرو. دقت دادید؟ تقتی سر کردیم، پرواز میکند و زن گفته بودیم کو، یعنی فراشتو که مؤنث کی است، تطیرو پرواز میکند. فاعلش ضمیر مستتر تقدیرو هی برمیگرد به فراشتو. فی البستانی جار و مجرور متعلق به تطیرو. دقت دادید؟ و طیرو اکنجا ببینید که مذکر است، طیر پرنده مذکر است. یطیرو میگوید، یا قتی میارد مذکر. دقت دادید؟ یطیرو فاعلش ضمیر مستتر تقدیرو هو میگیم در اینجا. چرا؟ زیرا اینکه طیر مذکر است، مذکر که است، هو ضمیر مذکر را در اینجا ذکر میکنیم. فی البستان جار و مجرور متعلق به یطیرو. الطیرو مبتدا و یطیرو جمله فعلی در محل رفع خبر الطیرو، خبر مبتدا. بعد از این میگوید که الفراشة تطیر من نبات الى نبات و الطیر یطیر من شجرة الى شجرة و من غصن الى غصن. دقت دادید؟ میگه الفراشة یعنی شپلک، پروانه، تطیر من نبات الى نبات پرواز میکند، میپرد از رستنی برستنی، از این گل مثلا به گل دیگر، از این رستنی برستنی دیگر پرواز میکند. و طیرو میگه و پرنده یطیر من شجرة الى شجرة پرواز میکند از درخت به درختی، از یک درخت به یک درخت دیگری. و من غصن الى غصن یعنی از شاخچه درخت به شاخچه درخت دیگری. دقت دادید؟ الفراشة مبتدا، تطیر من نبات الى نبات جمله فعلی در محل رفع فاعلی، جمله فعلی در محل رفع خبر الفراشة، خبر مبتدا. الطیر همچنین مبتدا، یطیر من شجرة الى شجرة این هم همچنین جمله فعلی در محل رفع خبر الطیر، خبر مبتدا. پس من شجرة الى شجرة
من شجرتین جار و مجرور متعلق به یطیرو الی شجرتین همچنین به یطیرو جار و مجرور متعلق به یطیرو. واو عاطفه من غصن الی غصن همچنین به یطیرو متعلق است. بعد از این میگوید للطیر ریشون و للطیر عشون، یعنی چی؟ میگوید که پرنده پر دارد. للطیری یعنی پرنده دارد، ریشون یعنی پر، بال، پرنده بال دارد میگد. و للطیر عشون و همچنین پرنده دارد میگه عشون یعنی لانه، هلچه، خانه. پرنده همچنین لانه دارد میگوید. للطیر جار و مجرور متعلق به کون خبر مقدم، ریشون مبتدای مؤخر. و للطیر عشون به مثل همون است در اعراب. بعد از این میگوید که الطیر یصنع العش على غصن الشجر من القش و یجمع القش فی الحقل. یعنی چی؟ یعنی الطیر یصنع العش، پرنده یصنع می سازد، با وجود می آورد، عش یعنی هلچه اش را، لانه اش را، علی غصن الشجری بر بالای شاخچه درخت، بر بالای شاخچه درخت. من القشی از چی می سازد هلچه اش را؟ من القشی از خس و خوشک، از خس و خوشک می سازد میگوید. و یجمع القش و جمع میکند میگوید خس و خوشک را فی الحقلی. فی در اینجا به معنای من الحقلی است، یعنی فی در اینجا به معنای مین است، از کشزار. از کشزار خس و خوشک را، یعنی که علف و اون برگ و هر چیزها را میارد پرنده میگد و برای خچه چکار میکند؟ لانه میسازد، هلچه میسازد. پس در زبان عربی حرفای جر یک تاش به معنای دیگرش می آید. در اینجا فی به معنای مین است. فی الحقلی در کشزار نمیگوییم، میگیم از کشزار. جمع میکند خس و خوشک را از کشزار. دقت دادید؟ پس در اینجا الطیر مبتدا یصنع العش، یصنع فعل مضارع، فاعل ضمیر مستتر هو برمیگرده به الطیر. عش مفعول به است، علی غصن الشجری، علی حرف جر غصن اسم مجرور، غصن مضاف، الشجری مضاف الیه. من القشی من حرف جر، قشی اسم مجرور. و واو عاطفه بگیریم میشه جمله به جمله، یا واو عاطفه در جای یصنعو، در جای یصنعو عطف کرد. این واو ای یجمعو را در جای یصنعو عطف کرد، زیرا که الطیر مبتدا است و اینجا عطف می شود باز همین الطیر یجمعو. دقت دادید؟ یجمعو فعل مضارع است و فاعل ضمیر مستتر هو است، برمیگرد به الطیر. القش باز مفعول به یجمعو است. فی الحقل جار و مجرور متعلق به یجمعو هست. دقت دادید؟ بعد از این میگه فی العالم الان مسلمون کثیرون، یعنی در عالم حال حاضر مسلمان ها بسیار هستند. در عالم حال حاضر مسلمان ها بسیار هستند. فی العالم جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، الان مبنی علی الفتح ظرف است. مسلمون در اینجا مبتدا مؤخر است. فی العالمی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم گفتیم، مسلمون مبتدا مؤخر است و کثیرون صفت مسلمون است. کثیرون صفت مسلمون هست. بعد از این میگه المسلمون جمیعا اخوتون، یعنی مسلمان ها همه یک جا برادر هستند. اخوتون جمع اخون یعنی برادر هستند، برادرها هستند. المسلمون مبتدا، جمیعا گفتیم حال است، حال از مبتدا، حال کونهم جمیعا یعنی در حال بودنشون همه مسلمان ها یک جا، اخوتون برادر هستند. اخوتون خبری المسلمون میشه. پس جمیعا برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه حال است. بعد از این میگه اسمع الاذاعات العربیه بالرادیو كثيرا لتعرف عن المسلمین فی العالم كثيرا. میگوید که اسمع الاذاعات العربیه، یعنی که بشنو برنامه های عربی را، پخش های زنده عربی را، یا برنامه های عربی را بگیم بهتر و خوبتر از اینجا، یعنی بشنو برنامه های عربی را با رادیو، با واسطه رادیو. كثيرا یعنی بسیار. لتعرف عن المسلمین فی العالم كثيرا، تا اینکه بدانی، تا اینکه شناس بشوی از حال عن المسلمین، از مسلمان، از حال، عن حال المسلمین، از حال مسلمان ها فی العالم كثيرا در عالم بسیار، یعنی در عالم از حال مسلمان ها بسیارتر چی شوی؟
آگاه شوی و خبردار شوی. پس دقت بدید اسمع فعل امر است، فاعل و ضمیر مستتر انت، الاذاعات مفعول به است. برای چی مجرور است؟ به خاطر اینکه جمع مؤنث علامت نصبش کسره میشد نیابتا عن الفتحه. پس اینجا کسره است نیابتا عن الفتحه. العربیه صفت اذاعات است، ببینید که العربیه منصوب است. پس این هست در اینجا لتعریفه، لام تعلیل است، بعد لام یک ان مضمره وجوبا یا جوازن در بعد لام تعلیل جایز است اظهارش، که لئن تعریفه هم میگفت میشد. پس بعد لام تعلیل یک ان جوازن پنهان شدگی است، مستتیر است. پس اصلش لئن تعریفه است. اون ان ناصبه که هست تعریفه رو آخرش منصوب کرد. تعریفه اصل چی بود؟ ان تعریفو، پیشکی تعریفو بود. ان که در آمد لئن تعریفه شد، آخرش منصوب شد. پس این هست درس 32 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.